ما توی پورت مودی زندگی میکنیم، ولی اگه شما نمیدونین که کجاست، توی این ویدیو بهتون میگم که کجاست و هر چیزی که لازمه در مورد این شهر بدونید. پورت مودی یه شهر کوچیک و قشنگ با فاصله نیم ساعته تا ونکووره. بافت شهر بیشتر شامل کانادایی‌های قدیمی‌تره تا مهاجران. یه شهر ساکت و آرومه که خیلی مناسب زندگی خانواده‌هاییه که بچه دارن. اینجا نیوپورت یه ویلیج خیلی خودمونیه با کلی بیزینس‌های لوکال که بعضی‌هاش نمی‌رن. از انواع کافه و رستوران و بار تا گیفت شاپ‌ها و گروسری استورا و گل فروشی‌ها و همه هم از نوع محلی. محله محبوب بعدیش هم سوتربروکه که برجای بلند پورت مودی بیشتر تو این قسمت قرار گرفتن. علاوه بر کافه رستوراناش بزرگترین فروشگاه مواد غذایی پورت مودی که تریفتی فودز هم اینجا قرار گرفته. البته والمارت و سوپر استور کوپریتلام فقط حدود 10 دقیقه تا اینجا فاصله دارن. دو تا از قشنگترین نقاط پورت مودی برای گذروندن آخر هفته دریاچه ساسامات با ساحل ماسه‌ایشه و راکی پوینت و فضای سبزش برای پیکنیک. حالا چرا اینجا همه بستنی دستشونه؟ چون اینجا یکی از معروف‌ترین بستنی فروشی‌های شهره که همیشه هم جلوش صفه. و برای بزرگترها هم یه راسته آبجوخوری یا بروئری که تا دیر وقت شلوغه. ولی معروف‌ترین رستوران پورت مودی پیتزا ناپولیانه که چند سال برنده بهترین پیتزای ونکوور شده. اینجا هم کتابخونه پورت مودیه که علاوه بر اینکه کتابخونه است هم میتونید سالن برای مثلا مطالعه به صورت خصوصی رزرو بکنین، هم کلاسایی برای مادرها داره، هم کلاسای زبان رایگان داره. توی ریکرییشن سنترش انواع زمینای ورزشی و حتی استخر یا به صورت رایگان یا با هزینه خیلی کم وجود داره. در ضمن پورت مودی 2 تا ایستگاه مترو هم داره. حالا بعد از این ویدیو نظر شما در مورد پورت مودی چیه؟